گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 300. مگذار که دور از رخت یار بمیرم، مگذار که دور از رخت یار بمیرم. یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم، یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم. هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم، خالی شودم ساغر و هوشیار بمیرم.
گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری. گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم. نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد. نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد. در خون من که بود که دستی فرو نکرد. زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست. زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست. درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساره مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد. ز پیش
جانان من ز پیش دیده تا جانان من تو پنداری که اگر خود همراه جانان نرفته اگر خود همراه جانان نرفته ولی فرسنگ ها ولی فرسنگ ها افغان من رفت یا خدا یا
سر و سامان مجو از من چو رفتی که چون رفتی سر و سامان من رفت یا چه دید از من چه دید از من که چون برهم زدم چشم چه دید از من که جون برهم زدم چشم چو اشک از دیده چو اشک از دیده گریان من رفت
از آن پیچم به خود چون مار وحشی که گنج کله ویران من رفت، که گنج کله ویران من رفت. گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم.
نظر آتش بر خوش بترزد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از آقای رکنالدین مختار، ترانه از آقای سالک، اشعار از صباحی بیدگلی، وحشی بافقی، گوینده آذر پژوهش.